پشت پرده به بالهای سیاسی اهمیت نمیده و شطرنج باز خوبی. پشت پرده به همه موضوعات میپردازه و با کسی تعارف نداره و تنها خط قرمز ما مردم. ما اجازه نمیدیم که رسانه ها از عدم سواد رسانی مردم سوء استفاده بکنند. پشت پرده. سلام، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز قصد داریم که پشت پرده های پنهان یکی از نمایندگان مجلس، خانم پروانه سلحشوری دورکی که متولد 1343 از مسجد سلیمان استان خوزستان، پشت پرده راندهای مالی و اقتصادی و ثبت شرکت ها، همه اینها رو برای شما پشت پرده هاشو افشا بکنیم و ما قصد داریم که در برنامه پشت پرده از امروز هفته 2 یا 3 تا از نمایندگان مجلس پشت پرده هاشون رو به شما نشون بدیم. ببینید که در مجلس که بلا نسبت مجلس نباید بهش بگیم، باید بهش بگیم طویله، هر کاری میکنن الا برای مردم، یعنی برای رانت و نمیدونم فعالیت‌های مالی و اقتصادی و وام‌های خودشون هر کاری میکنن که امروز من میپردازم به همه اینها. خانم پروانه سلحشوری که تو این چند روز گذشته، بهتر بگم چند هفته گذشته، خیلی از رسانه‌های داخلی و خارجی صحبت‌های ایشون رو پروموت کردن و راجع به حجاب و همه چی، نمیدونم توییتشو میبینید روی تصویر که میگه که من چون 40 سال حجاب داشتم و چادر رو سرم کردم، گردن درد و نمیدونم کمر درد و ایکس و خلاصه هر درد و مریضی که ایشون داشتن به خاطر این 40 سال چادری بوده که ایشون سرشون کردن و کلا ما جانباز حجاب نداشتیم که بالاخره داریم دیگه، جانباز چادر و امام و انقلاب و از این صحبت ها. امروز من میخوام این کارو باحال بکنم و اسم هر کسی رو که میارم کد ملیش رو هم به مردم بگم که دیگه هیچ بهانه‌ای برای دستگاه اطلاعاتی و امنیتی و کمیته نظارت بر مجلس شورای اسلامی هم نباشه. از دو حالت خارج نیست: یا این اسناد و مدارکی که به دست من رسیده، من نوت برداشتم از روی این اسناد و مدارک که خیلی وقت دست ماه، یا دستگاه اطلاعاتی امنیتی و کمیته نظارت بر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اینها رو میدونن. حالا خانم پروانه سلحشوری اولیه به خاطر صحبت و مسائل جنجالیشون، بقیه همه رو بررسی میکنیم، همه نمایندگان مجلس بلا استثنا. یا دستگاه اطلاعاتی امنیتی میدونن و خودشون دارن دور همدیگه با این نمایندگان مجلس میخورن و میچاپن، یا خودشون و مردم رو بلا نسبت خرفرز کردن که اونجاست که ما باهاشون کار داریم. همین خانم پروانه سلحشوری که گفتم در روزهای گذشته با اون اربابش آقای خاتمی اومد یک حرکتی زد و اینا تق انداختش توی لیست امید، اونم به خاطر همسرش. حالا صحبت میکنیم یکی یکی با اونها و نه سابقه نمایندگی مجلس داشت و نه سابقه سیاسی آنچنانی. خاتمی میاد این شخص رو میذاره توی لیست اصلاح طلبها و میگه که برای توسعه و آبادانی عمران کشور به هر دو فهرست رای بدید. تاکید میکنم به هر دو فهرست. اون روز ویدیوشو گذاشتم، بریم این یه تیکه رو دوباره گوش بدیم. بیایم، من امروز صحبت زیادی دارم، اسناد زیادی دارم، برای اولین بار میخوام این کار خیلی باحال برای شما انجام تا با رای دادن به هر دو فهرست، به تمامی افراد هر دو فهرست، تکرار میکنم به تمامی افراد هر دو فهرست، گامی در جهت سربلندی کشور، تقویت امنیت و ثبات کشور و بهبود و اصلاح امور بردارم. خیلی دوست ندارم دیگه راجع به این بحث آقای خاتمی و موضوعاتشون و این چرت و پرتایی که گفت و مردم رو گول زدن بپردازم. اما وقتی آدم این صحبت ها رو میشنوه و این بازی های سیاسی رو میبینه، باید برای مردم همیشه یادآوری بشه. و یه عده مدام میان به برنامه پشت پرده حمله میکنه، آره تو نمیدونم داری به اصلاح طلبها حمله میکنی و تو اصولگرایی و از این و اون داری خط میگیری. اگر واقعا کسی فکر میکنه که امین فردین فقط داره به اصلاح طلبها حمله میکنه، من فقط میتونم یه جملهش بگم که این آدم از سواد سیاسی صفری برخورداره. نمیگم کم، صفر. چرا صفر؟ چون هنوز نمیدونه که در داخل ایران اصلاح طلب و اصولگرا یک بازیه برای اینکه بخوان مردم رو تحریک بکنن و همشون با هم سر و ته کرباسن. فکر میکنید که مثلا الان اصلاح طلبا برن اصولگرا جاشون بیان فرجی میشه، اتفاق خاصی تو جامعه میفته؟ نه عزیزان من. چرا ما داریم به اصلاح طلبا حمله میکنیم؟ به خاطر اینکه الان قدرت دست اصلاح طلباست. اصولگرا کجای کارن؟ کجا قدرت دارن؟ مطمئن باشید که اگه اصولگرا بیان بالا، همیناشو همین کاسس و ما هم به اونها هم انتقاد میکنیم. ولی از امروز دیگه میخوایم بررسی بکنیم پرونده نمایندگان مجلس رو به عنوان افرادی که قانون تصویب میکنن. خانم پروانه سلحشوری که کد ملیش رو هم به شما گفتم، حالا یه بار دیگه هم میگم، 467 98 052 92 کد ملیشونه. 2 تا بچه دارن خانم پروانه سلحشوری که یکیشون اسمش ایمان، یکیشون اسمش میسا.
این دو بچه، البته این دو تاشون حالا در اومده که ایمان هم شمارش دستهاش 1941. خانم پروانه سلحشوری میاد سال 1362 با یک شخصی به اسم برات قبادیان ازدواج میکنه که برات قبادیان در استان خوزستان به اسم دکتر یا بعضی وقتا به اسم پروفسور برات قبادیان شناخته میشه. پروفسور قبادیان که ایشون از اون اصلاح طلبان 6 آتیشه و درجه 1 اصلاح طلبان یا همون فرصت طلبان هستند و اکثر جلسات محرمانه‌شون رو در منطقه‌ای به اسم امانیه یا همون فلک ساعت در اهواز برگزار میکنن، همون خیابونی که یکم این ورتر از سر نبشش یه دونه پمپ بنزینه دیگه. بیشتر از اون نمیتونم ذکر جزئیات بکنم. و کد ملی آقای برات قبادیان هم جالبه. چرا کد ملی ها رو میگم؟ چون جلوتر لازم هم داریم این کد ملی ها رو. 184 080 99 06 کد ملی های برات قبادیانه که خودشونو جزو 100 دانشمند برتر ایران میشناسن و جوری که با مصاحبه کردن با رسانه‌های مختلف حالا میپردازیم بهشون. اهل ایزه هستن. شماره موبایلشون هم میگیم، به هر حال شاید خیلی از مردم لازم داشته باشن. 0912 113 53 06 شماره موبایل آقای برات قبادیانه که خانم پروانه سلحشور سال 1362 با این آدم ازدواج کرده. اما این خانم پروانه سلحشور خب همیشه دیدید که مصاحبه میکنه، گفتم از همه هم هزینه میکنه، امام و انقلاب و نظام و اسلام، از همه هزینه میکنه، کاری نداره و میاد مصاحبه میکنه و رسانه های خارج از کشور هم حسابی تا میتونن این خانم رو پروموت میکنن بدون این که برن بگردن آقا این رزومه این آدم چیه، کجاست، چیکار کرده، اصلا چی شده نماینده مجلس، که اینا همشون رو بهشون میپردازیم. اما بریم یه تیکه از این نوت‌های جنجالیش که خیلی هم صدا کرده و مردم اینو به عنوان یک شیرزن بختیاری خوزستانی میشناسند و ما همیشه استاد بتسازی و اسطوره سازی هستیم بدون اینکه پشت پرده طرف رو بدونیم. بریم این نطقش رو ببینیم. بیاین. مگر نظارت استصوابی شورای نگهبان اجازه انتخاب بهتری را داده است و به ناچار مردم ما را انتخاب کردند که شاید جای دیگری که حقش نمایندگی بود را گرفتیم. گرانی، رانت، احتکار و فساد بیداد می کند. از نظر اجتماعی بیکاری، فقر، فحشا، نبود آزادی. اعتقاد دارم که تنها راه برون رفت از ابرچالش‌های فعلی ورود رهبری برای نجات کشور است. همان گونه که 10 سال پس از انقلاب در زمان امام خمینی نیاز به بازنگری قانون اساسی دیده شد و چنین نیز شد، اکنون از مقام رهبری تقاضا دارم در مواردی که به نظر میرسد جمهوریت و اسلامی بودن نظام آنطور که باید در جامعه شکل بگیرد صورت نگرفته به تغییرات در این حوزه ها کمک کنند. در حوزه سیاست خارجی و نحوه اداره صدا. یعنی آدم وقتی این نطقشون رو گوش میده میگه آخه بمیرم چه آدمای معصوم، آخه یه آدم عادی، یه مردم عادی میتونه الان نماینده مجلس بشه؟ کدوم یکی از این مردم عادی که جز نخبگان کشور هستن میتونن جای تو الان نماینده مجلس باشن؟ خانم پروانه سلحشوری جز رانت همسر شما آقای برات قبادیان هست؟ بریم ببینیم اصلا آقای برات قبادیان کیه. یه سابقه ازشون داریم میبینیم. آقای دکتر برات قبادیان میبینید نوشته شده که متولد ایزه هستن. این گرایششون رو داشته باشید. من نکته داره این چیزایی که میخوام براتون بگم. گرایش تخصصیش موتورهای درونسوز، تبدیل ایده به پدیده، کارشناس و کارشناس ارشد و دکتراش از هندوستان گرفته، مهندسی مکانیک. اینجا رو داشته باشید تا بریم جلوتر. سابق اجرایش هم هست. عضو استاد دانشگاه بوده، توی دانشکده تربیت مدرس و معاون پژوهشی و اینو داشته باشید. معاون برنامه‌ریزی آموزش و امور مجلس سازمان انرژی اتمی ایران از سال 1380 تا 84. حالا ببین کسی که مثلا تخصص مکانیک داره، حالا مثلا انرژی اتمی حالا چه ربطی داره نمیدونم. خب حالا شاید هم ربط داره. زیاد مهم نیست. من به اسامی کار دارم. بعد میریم پایین‌تر. عضو هیئت ممیزی سازمان انرژی اتمی، عضو هیئت ممیزی هم بوده. عضو هیئت مدیره و قائم مقام تحقیقات شرکت مگاموتور سایپا. اینو هم داشته باشید، مگاموتور سایپا رو. و دیگه عضو شورای مشاوران وزارت علوم بوده، عضو شورای مشاوران وزارت مشاوران معاونت پژوهش بوده. تو دولت آقای خاتمی هم ایشون سمت داشتن اگر اشتباه نکنم. بله.
عضو کمیسیون زیربنایی و صنعت محیط زیست دولت آقای خاتمی هم بودن. اینجاش هم داشته باشید، چقدر عجیب لیست میاد بیرون، این خانم میاد. و عضو انجمن موتور ایران، عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران و او حالا بریم پایین‌تر. تعداد مقالاتشون هم گفتن که 115 تا مقاله داشتن توی ژورنال‌های بین‌المللی، تعداد 130 تا مقاله توی کنفرانس‌های بین‌المللی مختلف و مؤسس 6 آزمایشگاه تخصصی و 3 کارگاه تخصصی. این شد رزومه آقای برات قبادیان. تا اینجاشو داشتیم. بریم جلوتر و توی یکی از این روزنامه‌ها توی یکی از این خبرگزاری‌ها یک مصاحبه جالبی از ایشون اومد. دکتر برات قبادیان در بین 20 پژوهشگر برتر کشورم انتخابش کردن. من یکم تصویر رو زوم می‌کنم شاید برای کسایی که حالا با موبایل دارن مستند ما رو می‌بینن قابل دیدن یا مشاهده نباشه. خبرگزاری تابناک خوزستان هم اینو زده و از آقای دکتر قبادیان تقدیر شده جزء 20 و از پژوهشگران برتر کشور و جالبه که گفت یک نکتهش هست اینه که تقدیر از دکتر قبادیان پس از آن صورت میگیرد که نام ایشان در بین 1% برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار گرفته است. تصویرشون رو هم میبینید که ازشون تقدیر شد و سایر نکات دیگه. پس گفتن که آقای برات قبادیان جزو 1% از دانشمندان برتر جهان بوده. البته تو بعضی از سایت ها اومده بوده که گفته بودن جزو 100 دانشمند برتر دنیا بوده. ما هم رفتیم یه سرچی زدیم همونجور که میبینید روی تصویر و اینجا اومده 1000 نفر از کسانی که توی سرچ های گوگل یا توی تحقیقات یا مقالاتشون یا همه موضوعاتی که بهشون ربط پیدا کرده و جزء پژوهشگران برتر دنیا هستن نگاه کردیم. توی 1000 تای اول نبودن، چه برسه به 100 تای اول. 20 تا سرعت میبینید. شما خودتون هم میتونید برید سرچ بزنید، اصلا اسم آقای برات قبادیان رو نمیبینید و فقط این اسامی در خبرگزاری های داخل ایران استفاده میشه برای اینکه بخوام طرفو گنده بکنن بیارن بالا. کسی نمیتونه تحقیق بکنه که اصلا داستان چی بوده، دست برقضا چه اتفاقاتی افتاده. و نکته بالاتر اینه، میبینید روی تصویر هم توی یکی از این سایت ها تعداد مقالات برات قبادیان اومده که 40,70 بوده و نفر اول اون سایت رو با هم دیگه وقتی نگاه بکنیم رنکش 911,23 بوده. یعنی اگر بخوایم بگیم که شما جز 40,000 تا بوده رنکت، نفر اول 911,000 بار رنکش از شما جلوتر بوده. بعد شما چجور جز 100 دانشمند برتر دنیا بودید؟ و این کلک ها رو فقط خبرگزاری های داخل ایران میزنن برای اینکه طرف اسمش تو سرچ های گوگلی بیاد بالا و مردم میگن اوه چه دانشمندی، چه چنین. وقتی برید سرچ میکنید دیگه دسترسی هم به منابع آزاده، متوجه میشید که این آدم عملا همه اینهاش لاف بوده. اما توی خبرگزاری ها یه خبر خیلی جالب اومد، میبینید بازم روی تصویر. آقای دکتر برات قبادیان معاون صنعت، معدن و تجارت ایران شدن طی حکمی از سوی محمد رضا نعمت‌زاده‌ای که میدونید که پدر شرکت ایران معروف هم هستن ایشون. من یکم بازم زوم میکنم. طی حکمی از سوی محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت و تجارت، پروفسور برات قبادیان به عنوان معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران منصوب شدن و یه رزومه از ایشون دادن و گفتن که نظر به شایستگی شما که عملا برای همه میزنن شما انتخاب شدید و بازم میبینید که عضو هیئت ممیز سازمان انرژی اتمی ایران هم بودن. و حالا کسی که مثلا مکانیک خونده من نمیدونم به صنعت معدن تجارت چه ربطی داره، شاید هم ربط داشته باشه به حال که صنعت دیگه. اما از اینجا به بعد ما میخوایم شرکت هایی که برات قبادیان، پروانه سلحشوری و بچه‌هاش و کلا خانواده ایشون داشته رو یکی یکی با هم دیگه بررسی بکنیم. خب اینجوری که سند رو مشاهده میکنید، آگهی تأسیس شرکت فنی مهندسی استون کارون تاریخ 16/6/1383 خانم پروانه سلحشوری به همراه شوهرشون آقای برات قبادیان و پسرشون آقا میثاق میان یه شرکتی رو تأسیس میکنن که جالبه. موضوع شرکت ارائه خدمات و اجرای کلیه پروژه‌های فنی مهندسی و عمرانی ساختمانی صنعتی و غیره، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و کلیه ماشینالات صنعتی و لازم جانبی و راه اندازی واحدهای تولیدی و عمرانی اخص، اینجاش باحاله، اخص و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات
و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و انجام هر گونه فعالیت مجاز که در راستای منافع شرکت باشد. بعد نکته جالبتر اینه که شرکت هم توی خیابون زعفرانیه قرار داره و ماشاءالله همه شرکت هایی که خانواده آقای قبادیان و زنشون خانم پروانه سلحشوری که در حال حاضر نماینده مجلس هستن همه بالا شهر هستن، سعادت آباد و نمیدونم زعفرانی و جای مختلف و اسامی های مختلفی توی شرکت های مختلف هست. خانم پروانه سلحشوری پس میان یه شرکت میزنن، اینجا من باید دقیق بخونم چون اینجاش جالبه. اسم شرکت فنی مهندسی استون کارون، شرکت فنی مهندسی استون کارون. ولی نکته جالب وجود داره توی تمام اسنادی که من به شما نشون میدم، برید توی اینترنت سرچ بکنید هیچ رزومه‌ای پیدا نمی‌کنید از این شرکت ها. خارج از کشور شما وقتی یه شرکت ثبت می‌کنید اصلا اگه سایتشون نباشه فعالیت نمی‌کنن، میرن مشخصاتشون رو تو سایتشون میزنن، کد مالیاتی، فعالیتاشون، نمیدونم رزومه‌شون رو میزنن. اما توی ایران چون میخوان دور بزنن قانون و مالیات ندن، کسی نفهمه کی به کیه، چی به چیه، نه سایتی دارن نه فعالیتی دارن. و ما مثلا وقتی میخوایم بریم یه رزومه ای رو پیدا کنیم باید بریم با مثلا پیچیدگی‌های خاصی یه سرچ بکنیم تو اینترنت. میبینید روی صفحه یه شخصی به اسم آقای علی تقواییان، رشتهشون کشاورزی بوده و توی تهران زندگی میکنن. باز من اینو زوم میکنم ببینن دوستان. جز سوابق شغلیش نوشته شرکت فنی مهندسی استون کارون، پروژه متروی کرج. خب توی چه تاریخی بوده؟ سال نگم بعد بیام عقب، سال 89 ایشون مسئول امور اداری بودن، آقای علی تقواییان. پروژه های مترو برمی داشتن و خدا میدونه چقدر وام گرفتن، خدا میدونه توی کدوم پروژه ها شرکت کردن و شرکت ثبت کردن. جلوتر مثلا سال 1386 9/3/1386 میان موجودی که روی صفحه میدید نوشته که آگهی تغییرات شرکت بازرگانی سایوان پارت صنعت با مسئولیت محدود. این نکته بگم که فقط بشمارید ببینید اینا چند تا شرکت داشتن، تو همه زمینه‌ها هم شرکت دارن، واردات، صادرات، فرش، طلا، آهن، نمیدونم خاک، صنایع زیست محیطی، صنایع هسته‌ای، همه جا رفتن شرکت ثبت کردن. بعد که شدن نماینده مجلس مثل زالو دارن میمکند سرمایه‌های ملت. همه نماینده‌های مجلس هم همینن و حالا ما بررسی میکنیم توی روزهای آینده. میرن شرکت ثبت میکنن. میدونید که طبق قانون هم کسایی که عضو هیئت مدیره شرکت ها باشن ممنوعه. مثلا شرکت رو میکنه به اسم شوهرش، پسرش، عمش، خالش، داییش و بعد از اون چیکار میکنه؟ میاد پروژه میگه نماینده مجلس دیگه یه چیزی امضا میکنه و پیش وزیر میگه ببین یا این طرح تصویب میکنی یا استیزاد میکنم، یا اینو برای من امضا میکنی من صادرات بکنم یا استیزاد میکنم، بدوستونه دیگه. خب برمیگردیم به سند. میبینید که توی سند هم نوشته که آگهی تغییرات شرکت بازرگانی سایوان پارت صنعت، ایمان براتیان. خدا میدونه که این کدومی که از فامیلاشونه فرزند هستن. چرا میگم فامیلاشون؟ چون که اینجا نوشته شده که صادر از مسجد سلیمان هستش، همون جایی که خانم سلحشور اونجا هستش. سرمایه آورده به عنوان شریک و ایمان براتیان و برات قبادیان. ایمان براتیان و برات قبادیان. میبینید که آقای برات قبادیان هم هست، فرزند علی خان، به شماره شناسنامه 148، صادر از ایزه. یه سرمایه بالایی آورده توی شرکتتون، بالا نیست برای اینا این پولا. بعد اعضای هیئت مدیره هم جالبه دیگه، میثاق قبادیان پسر خانم پروانه سلحشوری، آقای برات قبادیان و خود آقای برات قبادیان عضو هیئت مؤسس هستن که کلیه اوراق اسناد رو میتونن امضا بکنن و از این دستکارها زیاد انجام دادن. خب اینها چند تا از نمونه های شرکت های خانواده سلحشوری، پروانه سلحشوری که در حال حاضر نماینده مجلس رو میگه من برای مردم دارم خدمت میکنم و فساد از یه جای دیگه است. و همسرشون های برات قبادیانی که لابی داشت با خاتمی این آدمو برد توی لیست اصلاح طلبان. جالب هستش. حالا چند تا از این شرکت هایی که این افراد تأسیس کردن تو سالهای مختلف برای حالا معلوم نیست چه مقاصدی و هیچ رزومه‌ای در اینترنت ندارن و من برای شما لیست میکنم. امیدوارم دستگاه نظارتی و افرادی که این قضایا براشون مهم هستش، دستگاه اطلاعاتی امنیتی، پاسخگو باشن یا حرکتی انجام بدن.
خانم پروانه سلحشوری، آقای برات قبادیان شرکت‌های زیادی داشتن. مثلا در تاریخ 13/3/1392 میان شرکت پژوهش استادان دانش آفرین پاد رو افتتاح میکنن که اخذ وام و اعتبار از کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی توی اساسنامه‌اش تاکید شده. 13/12/88 شرکت سرینگ ماکیان رو میزنن که تغییرات اساسنامه بود و پروانه سلحشوری به آقای برات قبادیان سهام رو واگذار میکنن. 31/6/88 شرکت تولیدی موتور گیربکس سایپا رو میزنن که تغییرات شرکت داشته آقای برات قبادیان و میاد عضو هیئت مدیره میشه که توی رزومه‌شون هم بوده، چقدر اسم سایپا آشناست. 9/3/86 شرکت بازرگانی سایبان پارت صنعت رو میزنن که باز پسراشو میاره تو هیئت مدیرهشون تغییرات اساسنامه میده. سال 83 اونطوری که گفته بودیم میان شرکت فنی مهندسی استون کارون رو میزنن که پسراش باز اونجا عضو هیئت مدیره بودن. یا مثلا میان شرکت بسته‌بندی فرآورده‌های گوشتی مرغ مینای پارس رو میزنن که توی اساسنامه شرکتشون نام شخصی به اسم تورج سلحشوری هم به چشم میخوره. و شرکت تدارکات حفاری آسمان فلات جنوب رو میزنن، یا شرکت الیت آریان رو میزنن، یا شرکت مهندسان مشاور رو سال 92 میزنن که ایمان پسر آقای برات قبادیان پروانه سلحشوری میاد میشه رئیس هیئت مدیره. یا شرکت تاراز پارس خاور که باز اخذ وام هم توش هست سال 92 میزنن که ایمان پسر خانم پروانه سلحشوری و شخصی به اسم قاسم سلیمانی بابایی هم هست. اما یه نکته‌ای که وجود داره توی این شرکتایی که من به صورت تیتروار گفتم تو سالهای مختلف ایمان و میثاق قبادیان و برات قبادیان و پروانه سلحشور عضو اعضای اصلی هیئت مدیره تمام این شرکت ها بودن که همه موضوعات رو هم پوشش میدن. به حال نماینده مجلس دیگه همه جا بریم خودمون شرکت داشته باشه. نام دو شخص به چشم میخوره. اولی آقای قاسم سلیمانی بابایی هستش که معاون اسبق انرژی هسته‌ای کشور. کد ملی این شخص 55 58 87 8002 هستش. و شخص دومی که ما اسم این شخص رو هم توی اکثر اعضای هیئت مدیره این شرکت‌های خانواده های سلحشوری قبادیان می‌بینیم، شخصی به اسم تورج سلحشوری هستن که شماره ملیشون هم هست 19 71 35 92 97 که جالبه. از علایق آقای تورج سلحشوری هم میشه اینو یاد بکنیم که این شخص با آقای علیرضا نوریزاد خیلی علاقه دارن، شخصی که توی ایران انتقاد میکنن از دستگاه اطلاعاتی امنیتی و حتی اومدن در یکی از اظهار نظرشون گفتن آقای خامنه‌ای بدل داره. و جالبه که این شخص این افراد رو دنبال میکنه. اما این اسم این دو شخص که یکیشون خیلی جالبه، آقای قاسم سلیمانی بابادی که معاون اسبق انرژی هسته‌ای کشور در دولت خاتمی بود و از همون موقع دوستی دیرینش با آقای برات قبادیان که ایشون هم عضو افرادی بوده که توی قضیه هسته‌ای ایران دخالت داشته، جالبه. اما در خبرهای دیگه ما میبینیم که خانم پروانه سلحشور توی خبری که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده بوده جالبه که بدونید و گفته که نشست سطح بالای همکاری‌های ایران و اروپا قرار بوده برگزار بشه که این جلسه برگزار شده که 2 هفته پیش و گفته که در تاریخ 26-27 نوامبر در بروکسل برگزار میشه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و بهروز کمالوند و سایر افراد هم شرکت میکنن. همچنین 3 تن از نمایندگان مجلس هستن، آقای مصری، خانم پروانه سلحشوری و آقای صفاری که نمایندگان به ترتیب کرمانشاه، تهران و نطنزن به همراه تعدادی از مدیران ارشد سازمان انرژی اتمی. و سوال اینجا هستش که خانم پروانه سلحشوری که عضو فراکسیون بانوان مجلس هستن چه لزومی داشته که رفتن توی این جلسه شرکت کردن که در بروکسل بوده؟ امیدواریم که دستگاه نظارتی از جمله کمیته نظارت بر سفرهای خارجی مجلس پاسخگو باشه، هرچند که ما میدونیم که پاسخگو نیستن. چرا؟ برای مثال به شما میگم که خانم پروانه سلحشوری 20 سپتامبر یعنی تقریبا اواخر شهریور ماه رفتن توی یک اجلاسی به عنوان دومین کنفرانس نشست زنان اوراسیا که اروپا و آسیا هستن و تنها هنرشون این بوده که توی این نشست 4 تا عکس یادگاری گرفتن، نه سخنرانی کردن. یه روزنامه اومده باشون مصاحبه کرده که بعضا با همه انجام دادن. اما نکته جالبی وجود داره که خبرگزاری مهر نسخه انگلیسیش اومده بود گفته بود که این آدم قراره که توی این کنفرانس سخنرانی بکنه و خبرگزاری ایسنا اومده بود گفته بود که این آدم سخنرانی هم کرده
و جالبتر از اون هستش که خبری که خبرگزاری دنیای اقتصاد زده، گفته انتقاد سلحشوری از سیاست یک جانبه گرایی امریکا از قول اسلام تیتر زده و گفته که نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ضمن حضور در دومین همایش زنان اوراسیا در سن پترزبورگ روسیه در سخنرانی خود به موضوعاتی همچون تروریسم، یک جانبه گرایی امریکا و نقش کلیدی زنان در جلوگیری از افراطگرایی پرداخته، در صورتی که نسخه انگلیسیش هم شما میبینید خانم پروانه سلحشوری رفته بوده اونجا، یه روزنامه باش مصاحبه کرده بوده و کل دستاوردش این مصاحبه بوده و گفته که توی روزنامه که به زبان انگلیسی هم هستش گفته که ایران هم یک نماینده فرستاده بوده که در تاریخ 19 سپتامبر در سن پترزبورگ روسیه بوده. 2000 نماینده بیش از 100 کشور در اون حضور داشتن. آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این نشست حضور داره، سخنرانی رو در خصوص نقش موثر زنان در جهان رو توضیح داده و گفته که نقش بسزایی دارن. حالا انگلیسی شما دارم میخوام. نماینده یونسکو هم در این جا بوده و پارلمان تهران یا همون مجلس ایران هم پروانه سلحشوری نماینده ایران در این رویداد رو شرکت داده که فعالیت‌های گوناگونی رو قراره که در این مراسم انجام بشه و چنین بشه چنان بشه، اما حرفی از سخنرانی خانم پروانه سلحشوری نبوده در سایت رسمی این مراسم. اما رسانه‌های داخل ایران گفتن این آدم سخنرانی کرده که بخوان کاور بکنن و خانم پروانه سلحشوری به هر حال این پول بیت المال بوده. خانم پروانه سلحشوری که شما رفتی تو این جلسه شرکت کردی، 4 تا عکس گرفتی، شمایی که اومده بودی مصاحبه کردی، خیلی جالبه. خانم پروانه سلحشوری که دم از حجاب میزنه میبینید مصاحبهش رو روی صفحه‌ام، گفته که روایت پروانه سلحشوری از حجاب اجباری، مسئله چادر، ازدواج سفید و بازنگری قوانین مربوط به حجاب، عضو فراکسیون زنان مجلس گفته دخترانی که پوشش بهتری دارن زودتر ازدواج میکنن و در رابطه عاطفی با جنس مخالف موفق‌تر عمل میکنن. به حال اینم واکنش ایشون بوده، میگه که اگه حجاب بهتری داشته باشید میتونید راحت‌تر ازدواج بکنید و خلاصه از اینو صحبت‌ها. حالا بگذاریم که حالا من زیاد بررسی نمیخوام بکنم که شما حتی توی روزنامه الجزیره به زبان بوسنیایی راجع به حجاب چه چیزهایی رو گفته بودی و فکر میکنم تا همینجا کافی باشه و امیدواریم که دستگاه اطلاعاتی و امنیتی نسبت به بررسی این همه شرکتی که این خانواده دارن، این همه مؤسسه‌ای که تأسیس کردن پاسخگو باشه. ولی میخوام به شما نشون بدیم که ما بعضی از تحقیقاتی که انجام میدیم چقدر ریزبینانه هستش و کانال تلگرامی خانم پروانه سلحشور رو میبینید. یک گزارش رو نوشته که یادداشت روز، بعد یه عکس هم منتشر کرده که این عکس رو با هم دیگه میبینیم. من این عکس رو دانلود میکنم و وارد فتوشاپ میکنم. خب نامه رو ما وارد فتوشاپ کردیم. اولین کاری که میکنیم این هستش که نامه رو برگردونیم، تصویر آینه بکنیم. میخوام ببینیم که بک‌گراند این نامه چه چیزی نوشته شده. تصویر یه مقدار زوم میکنیم و کنتراست تصویر رو به همین راحتی متوجه میشیم که یک متنی زیر این برگه هستش. نوشته که دو کشوری که استفاده میکنن یا همچین چیزی، یک نامه محرمانه است که روش خانم پروانه سلحشوری اومده و یادگاری نوشته و منتشر کرده. حالا نمیدونم نامه محرمانه هستن، ولی گویا چیزی که مشخص است از تصویر نامه باید محرمانه باشه. اینو گفتیم که خانم پروانه سلحشوری ما از رگ گردن به شما نزدیکتریم و بررسی میکنیم حتی عکسایی که شما میذارید و منتشر میکنید و ما همیشه در رسانه خودمون این سیاست رو داریم. و یک نکته دیگه هم بگم، در پایان شما اومدی صحبت کردی که گفتی من گردنم درد میکنه به خاطر سنگینی چادر. شما بابت دیونی که از مردم روی گردنتون هست و بابت مسئولیتی که از مردم روی گردنتون هست گردن درد گرفتید، نه به خاطر سنگینی چادر. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. لطفاً ویدیو رو به اشتراک بذارید برای دوستان خودتون و اگر از این آدم خوشتون نمیاد ویدیو رو لایک کنید که بالا بیاد و همه افراد از پشت پرده این قضایا باخبر بشن. امیدواریم که دستگاه مربوط پاسخگوی این موضوعات باشن و کسی که این همه شرکت داره و نماینده مجلس هستش خب مشخصه تش
چی در میاد؟ آیا مردم عادی هم میتونن این همه شرکت داشته باشن؟ میتونن این همه فعالیت اقتصادی داشته باشن؟ مرسی که با ما بودید.